سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 29 دکبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. شروع معرکه گسترده از شهروندی روسیه محروم کردن مهاجران. دو تاجیک و یک قرغیز را برای قاچاق مواد مخدر از شهروندی روسیه محروم کردند. مراجعت مادر سرباز: نفقه فرزند در راه حمایت از مرز وطن معیوب شده مرا دهید. 15 کیلومترهای ادرسمان را با 35 میلیون سومانی پول مهاجران منفعش کردند. و اکنون تفصیلات خبرها. مقامات کارهای داخلی 7 منطقه روسیه، شهر و ولایت مسکو، شهر سنت پتربورگ، ولایت لنینگراد، ولایت تور و چلیابینسک و کشور کراسنایارسک دهها مهاجر را به دلیل دست داشتن در جنایات قانون شکنی از شهروندی روسیه محروم کردند. شهروندی اکثر آنها را برای خود را در کمیساریات‌های حربی در قید نگذاشتن بیکار کرده شناسنامه‌هایشان را کشیده گرفتند. تنها در شهر پتربورگ اخیراً یک باره 10 نفر را از شهروندی روسیه محروم کردند و اساساً به همین دلیل سرکشی از ثبت نام در کمیساریات حربی و رفتن به خدمت. ناظران امور این را به کمبود شدید نیرو که ارتش روسیه در جنگ ضد اوکراین دچار شده است ربط میدهند و میگویند مقامات روسیه ظاهراً با چنین فشارها و تهدید از شهروندی محروم کردن میخواهند مهاجرانی را که تازه شهروندی روسیه شدند برای رفتن به جنگ ضد اوکراین وادار کنند. خدمات مطبوعات سیاست کارهای داخلی ولایت مسکو روز 28 دکبر سال 2023 خبر داد که در این ولایت یک زوده تاجیکستان را برای سرکشی از رفتن به خدمت حربی از شهروندی روسیه محروم کردند. این زوده تاجیکستان سال 2019 شهروند روسیه شده بود. همچنین شهروند روسیه او ماه دکبر سال 2022 از کمیسیون طبی در کمیساریات حربی گذشت و برای خدمت حربی کارآمد دانسته شد. او را از ضرورت رفتن به خدمت حربی خبردار کردند، ولی او در روز تعیین شده به کمیساریات حربی نآمد. ماه مارس سال 2023 این زوده تاجیکستان را برای سرکشی از خدمت حربی بر اساس قسم یکم ماده 328 کودکس جنایتی روسیه محکوم کردند. سیاست کارهای داخلی ولایت مسکو با قرار خود شهروندی این زوده تاجیکستان را بیکار کرد. گفته می شود در اطلاعیه پلیس ولایت مسکو قسم اول ماده 328 کودکس جنایتی روسیه برای سرکشی از خدمت حربی بدون دلیل‌های قانونی همچون جزا و جریمه به مبلغ تا 200,000 روبل تا 6 ماه حبس و یا کارهای اصلاحی و حکم زندان به مدت تا 2 سال را پیش بینی می‌کند. طبق قانون‌های روسیه آنهایی که صاحب شهروندی این کشور می‌شوند باید در دوام 2 هفته خود را در کمیساریات حربی محل زیستشان ثبت نام کنند. این معرکه از شهروندی روسیه محروم کردن مهاجران برای سرکشی از خدمت حربی 15 دکبر سال 2023 از ولایت چلیابینسک آغاز گرفت. در آنجا 2 مهاجر را به آن ادعا می‌کردند که هنگام گرفتن شهروندی با مقصد خلاص شدن از مسئولیت خدمت حربی درباره خود معلومات بر دروغ دادند. از 26 اکتبر سال 2023 قانون شهروندی روسیه در تحریر نو به اجرا درآمد که در 64 ایالت از شهروندی روسیه محروم کردن آنهایی را که تازه شهروندی گرفتن اجازت می‌دهد. طبق این قانون شهروندان نو را می‌توانند برای به دست داشتن در جنایت‌های وزنین و مخصوصاً وزنین از جمله قاچاق مواد مخدر، تجاوز، تقلب پول، تشکیل گروه جنایتی، دعوت به اکستریمیسم، ایجاد تهدید و امنیت روسیه، فرار از ارتش، پنهان کردن معلومات بر دروغ بی‌ابرو کننده درباره ارتش روسیه و حتی برای سرکشی از ثبت نام در کمیساریات حربی از شهروندی روسیه را محروم می‌کنند. 2 زوده تاجیکستان و 1 زوده قرغیزستان در کشور کراسنایارسک روسیه به دلیل دست داشتن در جنایت‌های مربوط به قاچاق فروش مواد مخدر از شهروندی روسیه محروم کرده شدند. خدمات مطبوعات سیاست کارهای داخلی کشور کراسنایارسک 29 دکبر سال 2023 در اطلاعیه‌اش گفت از چنین چاره یعنی محروم کردن از شهروندی روسیه به دلیل دست داشتن در جنایت‌های وزنین در این منطقه بار اول استفاده بردند. سیاست کارهای داخلی کشور کراسنایارسک در مورد از شهروندی روسیه محروم کردن 3 نفر که برای صادر کردن جنایت‌های وزنین و مخصوصاً وزنین محکوم به زندان شدند قرار برآورد. این 3 نفر سالهای تولدشون 1976، 1994 و 2001 قبلا بر اساس قانونگذاری
موجوده صاحب شهروندی روسیه شده بودند. گفته می شود در خبر 2 نفر آنها زوده تاجیکستان و یکی دیگر از قرقیزستان بوده برای نگاه داشتن یا فروش مواد مخدر هدای حکم می کنند، ولی پرونده هایشان جدا بود. بعد ادای حکم آنها موظفند که قلمرو روسیه را ترک کنند. خبر داده است سیاست کارهای داخلی کشور کراسنایارسک این حرکت دومین حالت از شهروندی روسیه محروم کردن افرادی است که به قاچاق مواد مخدر عیبدار می شوند. روز 13 دکبر سال 2023 خدمات مطبوعات سیاست کارهای داخلی شهر مسکو خبر داد که 2 نفر متهم به خرید و فروش مواد مخدر را از شهروندی روسیه محروم کردند. یکی آنها با 19 بسته مفدرون در ژولیبنه و دومی با 1 بسته مفدرون در شوروی کوسینه به دست افتاده بود. به غیر از حکم زندان این 2 نفر را از شهروندی روسیه نیز محروم کردند و شناسنامه های روسیه آنها را از دستشان گرفتند. خبر داد پلیس مسکو. 26 اکتبر سال 2023 در روسیه علاوه ها به قانون شهروندی این کشور به اجرا درآمد که به فرق از قانون سال 2002 قانون نو در 64 حالت از شهروندی روسیه محروم کردن آدمان که تازه صاحب شهروندی شده را اجازت می‌دهد. در روزهای اخیر درباره به دلیل سرکشی از ثبت نام در کمیساریات حربی از شهروندی محروم کردن 2 نفر در چلیابینسک، یک باره 10 نفر در پتربورگ و 1 زوده تاجیکستان در ولایت مسکو خبرها نشر شدند. نظر و سلیمان بی استقامت کننده کوچه هلال احمر شهر کولوب در یک نامه سرکشاده به وزیر مدافعه و وزیر مهنت و رئیس شهر کولوب خواسته است که نفقه پسرش را که در مناقشه 1 سال پیش در مرز با قرقیزستان زخمی و معیوب شد بدهند. به نوشته مادرش جاویدان بوزرعلی در تاریخ 1 اکتبر سال 2020 با خواهش خودش به کمیساریات حربی نوع سینای شهر دوشنبه عریضه نوشته به خدمت وطن رفت. جاویدان بوزرعلی که در شهر بوستان ولایت سوق در گوارد ملی خدمت میکرد در تاریخ 16 سپتامبر سال 2022 پسرم هنگام مناقشه مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان در رفت عملیات‌های جنگی زخمی شد. در تاریخ 28 سپتامبر تا 18 اکتبر سال 2022 در شفاخانه حربی نویه باباجان غفوروف با تشخیص جراحت از سلاح آتشفشان در موضع قفس سینه، از چپ با زخمی شوی شوش چپ، شکستن و بیجان شوی مابین بدن دست چپ و ویران شوی فونکسه دست پنجه، این چونین 1 چشمش نیز آسیب برداشته به شفاخانه مذکور بستری شد. سیلانبی نظر و می نویسد شوهرش از دنیا گذشت و اولادشان کمبزات می باشد. این زمان فرزندش به معالجه طبی نیاز دارد. برای گرفتن نفقه معیوبیش به شعبه اگنتی سقراطی اجتماعی و نفقه شهر کولوب مراجعت کردم، اما ما را برای درست کردن حجت‌ها به اگنتی سقراطی اجتماعی و نفقه شهر دوشنبه روان کردند. این چنین قید کردند که نفقه خدمتیان حربی باید از شهر دوشنبه داده شود. یگان نیاد در بالا ذکر شده به ما یاری نرساندند. از شما احترامانه خواهش می‌نماییم که برای گرفتن نفقه معیوبی پسرم کمک کنید. امیدوارم که پس از سپارش شما شاید آنها از خواب بیدار شوند و به داد من سرسان و سرگردان رسند. گرفتن نفقه معیوبی این همه مشکلات ما را برطرف خواهد کرد. بار دیگر خواهش میکنم که به داد من کمبزات رسید. نوشته است مادر سرباز. این بار اول نیست که افسران و اسکران در مرز با قرقیزستان زخمی شده از دریافت نکردن کمک از جانب مسئولان شکایت میکنند. در مناقشه خونین روزهای 14 و 17 سپتامبر سال 2022 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان از 2 طرف بیش از 140 نفر کشته شده، نزدیک 450 نفر زخمی شدند. این درگیری ها خونین ترین مناقشه در تاریخ مناقشه های مرزی تمام آسیای مرکزی بعد از سقوط اتحاد شوروی دانسته می شوند. مهاجران تاجیک با جمع‌آوری 35 میلیون سومانی دوام 3 ماه اخیر بیش از 15 کیلومتر روی شهرک ادرسمان شهر گورستان یا پیشتر قیراقم را منفرش کردند. پرویز قاسموف تشبثکار این اقدام در صحبت با از پلوس گفت راه مذکور 6 سال باز تعمیر طلب بود و تا این زمان ساکنان در این خصوص بارها به حکومت شهر گورستان و دیگر ساختارهای دخلدار مراجعت کردند ولی به نتیجه انجام یافته است. بالاخره مهاجران مهنتی و ساکنان شهرک تصمیم گرفتند که پول جمع کرده این راه را ترمیم کنند. بیش از 2000 نفر به این کار خیر همراه شدند و سهم گذاشتند، گفت همصحبت از پلیوس. پرویز قاسموف ذکر کرد که
با این اقدام نه تنها ساکنان شهرک ادرسمان بلکه ساکنان دهه های دولانه، قرمزار و ترکان هم سهم خود را گذاشتند. این چنین رئیس نویه باباجان غفورov نصرت الله سلیم زاده 10 دانه لوله که دروازه عمومیشان 100 متر را تشکیل میدهد و یک گوسفند برای بنیادکاران را داده است. پرویز قاسموف افزود که منفرش‌کنی 15 کیلومتر روی شهرک ادرسمان 3 ماه طول کشید و نیمه ماه دکبر به انجام رسید. گفتم به مورد است که این اقدام را مهاجران و ساکنان شهر مذکور 3 سال این جانب ادامه میدهند. جریان مبلغ جمع‌کنی توسط گروه مخصوص در واتساپ تأسیس یافته صورت میگیرد. در آنجا ما تشکیل کنندگان همه روزه چه مقدار مبلغ جمع کردیم و چقدر خراجات کردیم پورا حسابات میدیم. از این سبب ساکنان و هم مهاجران به ما باور میکنند و مبلغ میفرستند، گفت قاسموف. در عموم دوام 3 سال اخیر 62 کیلومتر راه پورا منفرش گردیده. در سال روان 15 کیلومتر راه درون شهرک و دهها نیز منفرش شده است. پرویز قاسموف و دیگر تشبسکاران تصمیم دارند که این اقدام خیرخواهانه را ادامه میدهند. 29 دکبر سال 2023 با تشبس رهبریت وزارت کارهای داخلی بخشیده به سال نو 2024 در شفت وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان یارمارک محصولات خوراکه برای کارمندان مقامات مذکور دایر گردید. در این یارمارک محصولات غذایی از قبیل گوشت و برنج، روغن و شکر، تخم مرغ، کارتوشک و پیاز، نوع‌های گوناگون میوه و دیگر محصولات نیاز مردم نسبت به بازار و مرکزهای سودا ارزانتر پیشکش خریداران کرده شد. گفته می شود تمام این محصولات خوراکه از حساب خواجگی‌های یاری رسان مقامات کارهای داخلی پیشنهاد گردیده تحفه خوبی بخشیده به سال نو 2024 به شمار می رود. خدمات مطبوعات وزارت کارهای داخلی گفت در عرفه همین گونه جشن و مراسم ها چنین یارمارک ها پیوسته از جانب رهبریت وزارت کارهای داخلی تشکیل کرده می شوند که این شهادت از دستگیری و غمخواری نسبت به کارمندان میلیسه می باشد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.